رادیو تلویزیونی وطن تقدیم می‌کند. د سولې ملي یووالي او پرمختګ په لور. رادیو تلویزیونی وطن تقدیم می‌کند. برنامه تاریخ و فرهنگ افغانستان با نویسنده و معرف ورزیده کشور رؤوف مهدیزاده کابلی. گرداننده برنامه جمشید پایمرد. به نام خداوند توانا و دادگر. بینندگان نهایت عزیز، با سلام و حرمت بیپایان به تماشای برنامه بسیار خوش آمدین. میخواهم برای شما عزیزان مژده بدهم که امروز دومین برنامه جناب دانشمند گران ارج دکتر صاحب محمد رؤوف میدی کابلی زاده، دکتر رؤوف میدی زاده کابلی، در برنامه تاریخ فرهنگ که داستان دوباره نکات میرسم. مشکل تکنیکی بود، بسیار معذرت میخوایم. صدا دوباره از طریق یوتیوب به ما وصل میشد، بسیار معذرت. میخواستم که بگویم برای شما دوستان نهایت عزیز و گرامی که امروز دانشمند گران ارج جناب دکتر صاحب محترم رؤوف میدی زاده کابلی را با خود داریم که سر تاریخ فرهنگ و اساساً سر تاریخ پیدایش صحبت میکنن. وقتی به فرهنگ باید بگردیم باید از تاریخ شروع کنیم. اونا در برنامه امروزی به ادامه برنامه گذشته توضیحات میتن، توضیحات بسیار علمی برویت روایت های علمی که در برنامه های زیاد توضیح خواهد دادن که اساس پیدایش و فلسفه پیدایش چگونه بوده، چگونه کائنات به وجود آمده، چگونه زمین به وجود آمده، چگونه هستی به وجود آمده، چگونه اجسام زنده و بیجان وجود داره و به این عصر تکامل خود رسیده بالاخره انسان. سری موضوعات و به ادامه از این پیدایش حیات، پیدایش بالاخره زنده جان ها از اولیه گرفته تا انسان امروزی. البته در برنامه های بسیار زیاد ضرورت است که سری بحث ها پیش برن، توضیحات بتن. یک بحث اکادمیک، یک بحث بسیار علمی است. آرزو میکنم که تا پای برنامه باشین. برنامه بسیار جالب است. لینک برنامه رو برای سایر دوستا شیر کنین. سوالایتان رو در کامنت بنویسین. دکتر صاحب برای سوالا جواب میتن. ولی من خواهش میکنم که برنامه، همونطور که گفتیم که یک برنامه اکادمیک است، برنامه است که یکیش با دیگهش پیوند داره. با سوالهای بسیار مهم و اساس زندگی و حیات
بر بنیاد تحقیقات علمی که جهان و علمای جهان به دست دادن، انستیتوت‌ها و اکادمی‌های بسیار بزرگ علمی فیزیک و ریاضی و کیمیا و بیولوژی این نتایج و تحقیقات به دست داده، اینا بر بنیاد از اینا صحبت میکنن. بنان یک سیستم و یک سلسله از بحث‌ها و بیانات دارن که یکیش با دیگه‌اش رابطه دارن. به این خاطر اگر ما این بحث‌ها را پیوسته و پیهم با هم نبینیم و ادامه ندیم و نشنویم، به چیز دسترسی پیدا نمی‌کنیم، یا شاید بسیار جسته و گریخته و التقاطی بعض بخش‌ها را مطالعه کنیم، ولی بخش دیگری که ما ندانیم باز همی گسست، همی پیوست به گسست تبدیل میشه و ما راه رسیدن به پله‌های بالا را از دست میدیم. لطفاً با ما باشین و به توضیحات دکتر صاحب گوش فرا بدید. از بخش همکار تکنیکی خواهش میکنم تا دکتر صاحب کابلی زاده عزیز روی اسکرین. دکتر صاحب بسیار زیاد خوش آمدید. سلام و احترامات خدا خدمت شما و خدمت بیننده‌های شما تقدیم میکنم. بازم تشکر میکنم که در این برنامه حاضر شدین و با ما بالاخره صحبت میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین. در اول ببخشید که یکم ما را همی تکنیک اشتراسی ساخت، چون صدای یوتیوب پس میامد، ما صحبتم گسست پیدا کرد. بسیار زیاد خوش آمدین. بسیار خوشنود هستیم که باز بار دوم شما را در یک بحث بسیار جالب با خود داریم و شما لطف کنین یک بار یک مرور بر لکچر قبلی کنین، باز میایم سر بحث امروزی، برای از اینکه دوستایی که نبوده برنامه میان و در هفته گذشته نبودن یا صدا را خوب نشنیدن در هفته گذشته، امروز دقیق تر باشه و یک تجربه شود، زنده باشه. حتما رایت میکنم. اولا که تقریبا سال روز استقلال افغانستان است، اینا با همه شما و با همه بینندگان افغان شما تبریک عرض میکنم. ما همچنان برای کل ملت افغانستان این سال روز تبریک میگیم. در استودیوی اول ما بیشتر برنامه داشتیم سر سالگرد استرداد استقلال کشور، اوجه جناب رحیم عزیز، دکتر رحیم عزیز صحبت داشتن. بسیار جالب. خب اتفاقا خب در موقعش ما هم روی این مسائل بحث خواهیم کرد و بسیار عمیق این موضوعات به بررسی خواهیم گرفت که چرا افغانستان در یک بحث تاریخی ضرور است که شما باز یک توضیحات مفصل بدین. اونا فقط یک رسید واقعا. بله واقعا استقلال افغانستان به چی معنا بود؟ خب گفته میشد که افغانستان هیچگاه به شکل یک کشور مثل هند مستعمره انگلیس نشد، چون 3 بار افغان‌ها مقاومت کردن و انگلیس‌ها هر بار که کوشش کردن داخل افغانستان شد. دکتر صاحب اینترنتتون بخیالم ضعیف است، یک قسم گسست میاد صحبتتون. من نمیدانم، قبلا که درست بود من فکر کنم. حال درست است، حال درست است. بله من گفتم که خدمت شما که خود این افغانستان هیچگاه به شکل واقعی مثل هند مستعمره انگلیس نشد، چون هر بار که انگلیس تلاش کرد که افغانستان زیر سیطره نفوذ خود در بیاره، به هر حال مردم افغانستان مقاومت کردند و انگلیس‌ها را مجبور ساختن که از خاک افغانستان بیرون شوند. ولی خب در آخر در نهایت زمان که عبدالرحمن خان به قدرت رسید، انگلیس‌ها همون توطئه را کردن که سیاست خارجی را از افغانستان گرفتن، ولی در سیاست داخلی خود عبدالرحمن خان آزاد بود، ولی سیاست خارجی افغانستان تحت نظر انگلیس اداره مدیریت میشد که این چیز بالاخره سرانجام امان الله خان نپسندید و همون جنگ سوم افغانستان و انگلیس شد، افغان انگلیس شد که بالاخره در نتیجه اون مذاکراتی که صورت گرفت افغانستان استقلال خود بازیافت و تانست که خودش سیاست های خارجی خود مدیریت کنه. خب البته در امینت
کفایت میکنه به نظر من. بیشتر یک بحث دیگه تاریخی باز شما سر تاریخ مفصل تر حتما مفصل روی این موضوعات صحبت خواهیم کرد. خب در پروگرام اولی یا برنامه اولی ما روی پیدایش کائنات صحبت کردیم که جهان چگونه پدید آمد. از انفجار بزرگ صحبت کردیم که تقریبا حدود 13 میلیون و 800 یا 700 هزار سال که در منابع مختلف این اعداد و ارقام مختلف ذکر شده. و یک چیز ما همینجا میخوایم ذکر کنم که همیشه این اعداد و ارقام که ما میگیم منابع مختلف اعداد بسیار مختلف گفتن. زیاد خب ما روی از این اعداد تاکید نمی کنیم، اما اینا رو باید این اعداد تقریبی بپذیریم که این به این شکل بوده. ولی خب بعد از این میبینیم که یک جهان بعد از اون انفجار اولیه در کسر یک ثانیه یک انبساط عظیم میکنه. بعد از اون انبساط عظیم روند خود به شکل ثابت تر نگاه می‌داره و این تا امروز این گسترش جهان ادامه داره و میلیون سال گذشت که بالاخره سیارات و چه ستاره ها پدید آمدن. ستاره ها نخست از هلیوم و هیدروژن ساخته شدن و به مرور زمان تراکمی که در اصل این سیارات با سبب گرانش یا اون قوه جاذبه یا نیروی جاذبه که ما میگیم پدید آمد، اینا سنگین‌تر و عناصر سنگین‌تر پدید آمدن تا اینی که بالاخره کهکشان ها به وجود آمد. ولی خب بیشتر الان این ما در اون برنامه توضیح دادیم این مسائل، ولی امروز خاص میپردازیم به مسئله پیدایش کهکشان خود ما که کهکشان رای شیری است که در مرکز از خورشید ما قرار داره و به دور خورشید ما سیارات میچرخند که یکی از جمله اون سیارات زمین است و او خانه ماست. به هر حال خب سوال اینجاست که چرا ما اینجا هستیم در زمین؟ این شاید همون سوال که در برنامه اول من خدمت شما عرض کردم که این برای از روزگار بسیار گذشته تا امروز برای انسان این سوال ایجاد میشد که ما از کجا آمدیم و چرا اینجا هستیم و چی سرگذشت ما داشتیم. و این سرگذشت ما به عنوان انسان مربوط است به سرگذشت خانه ما که زمین بوده. یعنی سرگذشت ما یک چیز جدای از سرگذشت زمین نیست و ما باید ابتدا ببینیم زمین چگونه پیدا شد و زمین چگونه شکل گرفت و چگونه تغییرات در او پدید آمد تا سرانجام در او حیات به وجود آمد و حیات چگونه از تکسلولی ها بکتری های تکسلولی شروع شد، آغاز شد تا ای که به انسان خردمند رسید و این خانه ما امروز به عنوان خانه هوشمند از یاد میشه. یعنی انسان خردمند در این پدید آمد و تغییرات بسیار زیاد را ما در جهان پدید آوردیم که خودش بعد جایگاه بحث خودش داره. اما خب ممکن است تمام این بحثا در این برنامه نتونه امروز انجام شود. ما کوشش میکنیم در این برنامه تا حد امکان به مسائل زمین بپردازیم. انشالله در برنامه های آینده تان به مسئله حیات و در بعدش هم به مسئله انسان خواهیم پرداخت چگونه پدید آمدن. از این لحاظ است که ما اگر اجازه باشه ابتدا ببینیم که این زمین ما چگونه شکل گرفته. بله. کهکشان ما چگونه شکل گرفته. بله و خود منظومه شمسی ما و در رأس از خورشید و سرانجام زمین و سیارات دیگه چگونه پدید آمد. بله. خود زمین حدود 4 میلیارد و 540 میلیون سال پیش حدوداً پدید آمده، خلق شده و اونم قبل از او یعنی به شکل توده های از گرد و غبار و گاز بوده و این گرد و غبار و گاز در سر پدید آمدن خورشید با وجود آمد که به دور از این گرد و غبار بود و زمین گرد و غبار که در پیرامون خود خورشید بود سیارات شکل گرفتن و این سیارات به سبب
قدرت جاذبه یا همون گرانش پدید آمدن. ببینیم این چرا این شکل پدید آمد، اساساً ببینیم چگونه هستش که یک قرص رنبشی که ما در فارسی دری احتمالاً بهش لنبش میگه، خانه میگه لنبیت فرزن، یعنی فرو ریختن در درون خودش. رنبشی که وقتی میگن در زمین شناسی منظورش این است که یک کره یا یک ستاره به درون خودش ریزش میکنه و این ریزش سبب آزاد شدن انرژی میشه و سبب خرد شدن اون ستاره میشه و گرد و غبار و گازهای را که آزاد میکنه اینا آزاد میشن که پس در نتیجه گرانش یا همون نیروی جاذبه اینا به یک نقطه جمع میشن و ستاره جدید یا سیاره جدید پدید میاره. خب معمولا به این گرد و غبارها و این گازها در زمین شناسی بهش ابرهای مولکولی میگن. چرا به اینا ابرهای مولکولی میگن؟ دلیلش این است که در این سامانه که سیارات به وجود میاد، در پروسه ایجاد این سیارات ما در واقع 3 نوع سیاره پدید میاد و این 3 نوع سیاره را اول روش بحث میکنیم، بعد میریم سر ابرهای مولکولی که چی هستن. در پروسه همین رنبش که پدید میاد در امریزی که در یک ستاره پدید میاد، به اصطلاح یکی سیارات خاکی هستن نوع اول از اینا، که این سیارات پوسته از اینا تقریبا سنگی است، از مواد سنگی، و هسته از اینا به اصطلاح آهن است. مثلا همین خود زمین ما که هستش از نکل آهن است، پوستش فرضاً سنگ است، انگشتش سنگ مذاب است و پوسته ازی تقریبا سنگ جامد شده و سرد شده است پدید آمدن. که اگر ما این در نظر بگیریم، خب ممکن است در جهان مانند زمین سیارات زیاده باشن، اما اینی که واقعا کدام یکی همین شرایط را که زمین ما داره امروزه و درش حیات پدید آمده هنوز دانشمندان نمیدانن. واقعا در پیامی هستن که پیدا کنن که کدام سیارات در جهان دیگه مثل همین سیارات خاکی یا به اصطلاح وجود دارن که در اون زمین شرایط زمین وجود داشته باشه. نوع دیگه از این سیارات گازی هستن. اینا حدود 3 واحد نجومی از مرکز خود که خورشید باشن اینا فاصله دارن که این فاصله نزدیک به 150 میلیون کیلومتر است. و همین که ما میگیم واحد نجومی منظورش یکای اخترشناسی است، یعنی یک واحد اخترشناسی است که همین دوری زمین تا خورشید این واحد تشکیل میده که 150 میلیون کیلومتر است. و وقتی میگم 3 تا واحد این سیارات از 3 واحد نجومی فاصله داره، در واقع 4,500,000 کیلومتر حدوداً اینا فاصله داره. 4,500,000 کیلومتر فاصله. بله فاصله داره. یعنی 3 واحد، هر واحدش همون 150 میلیون است که فاصله بین زمین و خورشید است تقریبا. خب این سیارات گازی بسیار سیارات غول‌پیکری هستند که با وجود آمدن سیارات گازی هستند که اساساً از هلیوم و هیدروژن تشکیل شدن و خب به هر حال سیارات بزرگ هستند که و مرکز از اینا، هسته از اینا ممکن است از سنگ و یخ باشه، چون به علت دوری از خورشید آب در درون هسته از اینا یخ زده. و دیگه نوع سوم از این سیارات که فاصله زیاد از ستاره یا خورشید داره، اجرام هستند که در کمربند کیوپر که این 3 تا کمربند است که در منظومه شمسی ما که اونا رو بعد نام میگیریم و در تصویرام من فرستادم، تصویرهایی که در آخر فرستادم که اجرام هستن سیاه شکل آبی، اگر دوستان باشه نده یکی بعدی یک آخری هست یک. به هر حال در نوع سومش که اینا بیشتر از غبار و یخ که آب در اونجا چون دور است یخ زده و سیارات یخی اونا رو میگن و برخوردایی است که
افزون بر برخوردهایی که این سیارات داشتن در این مدت، سیارک های دیگه هم هستش که معمولا در این گرد غبار حدود از این 7-8 تا سیاره بزرگ که دور خورشید میچرخن که همه بایشان آشنا هستند که بالاخره از عطارد و ناید و زمین و به این شکل گرفته شروع میشه. سیارک ها و دنبالدارها و شهابسنگ های هم هست در طبیعت که حتی حدود سیارک ها و اینا که باش میشون صدها تا بیشتر است که به دور زمین پدید آمدن در جریانی که الان خورشید پدید آمده تقریبا. و فکر کنم که در این بین این همه سیاراتی که به دور زمین خورشید میچرخه، در منظومه شمسی ما زمین تنها مکان است که در اون حیات پدید آمده. خب به خاطر همین است که اگر ما بخوایم ببینیم که حیات چگونه پدید آمده و چگونه در افغانستان در جهان رشد کرده و در زمین رشد کرده، ما مجبوریم که ببینیم که همین ساختمان و ترکیب سیاره زمین چگونه است و به این مسئله باید بپردازیم که اگر چی باشد. یعنی ببینیم که شرایط اولیه که بر زمین و ساختار از این که بعد به دو بخش از خشکی ها و قاره های آبی و اقیانوس ها این تبدیل میشه، همین و یا زمین ساخت به او که میگن تکتونیک، صفحه های تکتونیکی که این صفحات پوسته زمین تشکیل دادن و به تقسیم سبب میشه که همین پوسته زمین تقسیم شود به صفحات مختلف که حدوداً 7 صفحه اصلی بزرگ داره و صفحات کوچکتر داره که حدوداً جمعاً در زمین شناسی حدود 17 صفحه نام میبرن. به هر حال به این نام خواهیم پرداخت و مسائل از این که بعدش هم که ما میرسیم به این که حیات چگونه پیدا شد و بعد از این تکامل از این حیات چگونه به نوع انسان رسید که انسان ها چگونه پیدا شدن، چگونه تکامل کردن تا اینی که انسان خردمند آمد و شکل گرفت. خب ببینیم کهکشان، ستارگان و سیارات از در امریزی غبار، گاز بین ستاره‌ای که موسوم به ماده میان ستاره‌ای است، در اثر گرانش یا جاذبه شکل میگیرند. کهکشان ما خود یکی از این ابر بین ستاره های کروی شکل موسوم به ابر پیش کهکشانی که بوده از این غبارها و یا ابرهای مولکولی پدید آمد. توده‌های ابرهای مولکولی نه تنها بزرگترین اجرام کهکشان ما هستند بلکه ضمناً تعدادشان فوق‌العاده زیاد است که من پیشتر گفتم که نه تنها سیاره ها از این پدید آمدن بلکه شهاب سنگ ها و شهاب دنبالدارها، ستاره های دنبالدار و گرد و غبار زیاد در دور خورشید ما در حال حرکت است و این مولکول ها که تا هنوز شناسایی شدن که ابرهای مولکولی از چی هستن. ما فقط اینا را کم توضیح بدم که چی بودن این ابرهای مولکولی. سیارات ما ازش به وجود آمده، خورشید ما ازش به وجود آمده و کهکشان ما ازش به وجود آمده. یکی از این چیزهایی که این ابرهای مولکولی را تشکیل میدن هیدروکسیدها هستند. هیدروکسیدها که فرمول شیمیاییش OH است، یعنی یک دانه اکسیژن با یک عنصر اکسیژن با یک عنصر هیدروژن ترکیب میشه، ولی یک بار منفی داره، چون هیدروژن دو تا بار اکسیژن دو تا بار منفی داره و هیدروژن یکی داره و باید این دو تا هیدروژن یک جا میشد تا با اکسیژن که آب میساخت. ولی این هیدروکسیدها که هستن فقط یک اکسیژن با یک هیدروژن ترکیب میشه که این معمولا در علم کیمیای شیمی که ما میگیم با آنیون میگن بهشان، یعنی آنیون ها ذرات هستن که یون منفی دارن. یون منفی یعنی چارج منفی دارن، یون منفی دارن به دلیل او هم که دلایشان یک الکترون اضافی در حال حرکت و دوران است و خب یک اتم اکسیژن و یک اتم
هیدروژن به سبب پیوند کوالنسی که همین پیوند کوالنسی در حقیقت اشتراک گذاری همین ایون ها یا الکترون ها هستند که بین عناصر که چارج مثبت داره و چارج منفی صورت میگیره، این پدید میآید. خب یکی از اینایی است. دومین چیزی که در این ابرهای مولکولی وجود داره آب است، یعنی همون عنصری که ما پیشتر گفتیمش H2O یا به اصطلاح دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن که این خنثی است دیگه. آب که وقتی ترکیب میشه چون دیگه یون منفی نداره، اینا به اون شکل پیوندهای کوالنسی تشکیل میشه و آب شکل میگیره. و آب از این نظر مهم است که یعنی ماده هیدروسفر زمین، یعنی به اصطلاح آبکره یا امین اقیانوس هایی که ما در سطح زمین داریم، از امین در جغرافیای فیزیکی بهش آبکره میگن تقریبا، یا هیدروسفر کره آبی که مجموعه همین آبایی که در اقیانوس وجود داره امین تشکیل میده. و این مایات البته نه تنها سطح زمین، آبایی که به شکل بخار در اتمسفر زمین وجود داره، به شکل مایع در سطح زمین و حتی ممکن است به شکل جامد یا چون گرم است ممکن است در خود گوشته زمین هم نفوذ داشته باشه در درون زمین. اون آبا را در مجموع بهش همین آبکره میگن که تقریبا بین 70 تا 75% خود سطح زمین پوشش داده این آب. و سومین عنصری که شما در ابرهای مولکولی میبینین گازهای کربن مونوکسید است. گازهای کربن مونوکسید CO است. یعنی ما اگه کربن دی اکساید داشته باشیم معمولا CO2 است، یعنی دو تا اکسیژن با کربن، چون کربن 4 جهت داره و اکسیژن 2 جهت داره که یعنی 2 تا الکترون در مدارش میچرخه، در اون مدارش 4 تا الکترون میچرخه منفی. بالاخره به خاطر که 4 تا از اون ترکیب شود 4 تا با 2 تا که اینا به اشتراک میگذارن 2 مولکول اکسیژن نیاز داره که تا کربن دی اکساید بسازه. ولی در ابرهای مولکولی به شکل کربن مونوکساید وجود داره که اینا خب دلیل خاص خودش دارن در پیدایشی که این چیزا هستش. و اینا بسیار گازهای سمی هست. شما ببینید وقتی همه صحبت از گاز مونوکسید هست، مونوکساید هست، اینجا بس روی عزیز که حتی در بدن ما وقتی که وارد میشه با گلوبین های یعنی گلوبین های خون ما فرزن این ترکیب میشه و خون ما رو مسموم میکنه، حتی در روی سیستم عصبی و اعصاب ما تاثیر بد میگذاره. این از این لازمی هستن و خطرناک هستن. حتی یعنی اون قدرت ترکیبش با هموگلوبین خون ما بیشتر از قدرت ترکیبش با اکسیژن است. این خب در پزشکا دکترای ما بیشتر با این موضوع میدانن. این گازات چی نام دارن میگیرن استاد؟ این گازات چی نام داره یا چی برش میگن؟ همون CO یا کربن مونوکساید ما میگیم مونوکسید. این است و این مهم است که خاصیت مسمومیت در انسان ایجاد میکنه و فلج میکنه سیستم عصبی انسان. و در ولی نقش ازی بسیار زیاد در مرحله بوده که عصر برنز انسان موقعی که فلزات پدید میآید از کربن مونوکساید بسیار استفاده در فناوری مهندسی میکنن اون موقع. از اون موقع تا امروز این بسیار برای بشر از این لحاظ قابل استفاده است، اما خب خطرناک است. بله. چهارمین عنصری که در این ابرهای مولکولی وجود داره و بسیار مهم برای پدید آمدن حیات مثل آب است و حتی خود کربن بسیار نقش مهم در پدید آمدن حیات داره که بعداً ما صحبت میکنیم که این نقش ها چطور است که چطور پروتئین ها و چربی ها و اینا را تشکیل میده. امونیاک است. امونیاک بله، امون نیتروژن است که با 3 تا هیدروژن ترکیب میشه و این
به اصطلاح بهشان زباله های نایتروژنی هم میگن به این امونیاک در اصطلاح، به خاطر که خب این بسیار مهم است برای موجودات آبزی مثل ماهی ها یا بکتری ها یا هر چیزی که در داخل آب زندگی میکنن، آبزی هستن و این بسیار مهم است و حتی به عنوان کد شیمیایی برای درخت ها و نباتات بسیار مهم است. امونیا که بسیار اینا یعنی مورد استفاده غذایی داره برای این موجودات به اصطلاح ازش استفاده میکنه و این 4 عنصر این مولکول ها به اصطلاح که تقریبا در ترکیبات ارگانیک یا ترکیبات عالی که بهش میگن ارگانیک این سهم داره در ساختار از و برای پدید آمدن حیات بسیار عناصر اصلی بوده که این بیشتر باید بدانیم که همین ابرهای مولکولی که قبل از اینکه زمین تشکیل شود و منظومه شمسی ما تشکیل شود و خورشید تشکیل شود این در طبیعت وجود داشته، ساخته شده، قبلا آماده بوده و از همین مجموعه بوده که این سیارات ما و این خورشید ما و این زمین ما پدید آمده و در زمین ما این نقش اساسی را برای تشکیل حیات بازی کرده. خب به هر حال چیز دیگه که بین این غبارهای عظیم ستاره‌ای که هستش اینا اشعه فرو قرمز یا مادون قرمز یا فرو سرخ فرزن از خود ساطع میکنن، یعنی وقت از خورشید اینا 2 مرتبه بازتاب میتن، ساطع میکنن و این اثرات که در اثر ستاره ها گرم میشه نتیجهش گرمایی را پدید میاره در یک محیط که وجود است. اگر در همین که دانشمندان در سالهای اخیر زیاد تاکید میکنن که زمین بله گازهای گلخانه اینا که بعد روش صحبت خواهیم کرد که اینا سبب گرمایش زمین میشن و زمین گرم میکنن و خب اینا هم ضررات خودش داره هم خب تاثیرات خودش داره، مفید و مثبت، یعنی مثبت و منفیش باید در نظر بگیره. خب بر اثر که این تابش گرمایی را این ابرهای مولکولی بازتاب میتن، اینها نه سبب گرمایش مثل گازهای گلخانه‌ای بلکه سبب سرد شدن محیط ستاره ها میشن و این سرد شدن که حتی ممکن است به منفی 268 تا 263 درجه سانتیگراد برسه پایین بیایه، این سبب میشه که هسته‌های اون ستاره‌های گازی که هلیوم بوده و هیدروژن بوده متراکم شود، سفت شود، محکم شود و سبب پیدایش هسته ستارگان میکنه. یعنی تولد ستاره ها به سبب همین مسائل این غبارهای یا ابرهای به اصطلاح مولکولی نه تنها در ساختار اونا کمک میکنه که بلکه در پدید آمدن خود ستاره ها، هسته ستاره ها این کمک میکنه. به هر حال ما میبینیم حدود 5 میلیارد سال پیش که اون تقریبا یک چیز بیشتر از عمر زمین، منظومه شمسی ما به عنوان پدید میاد و تنها در او یک ستاره متولد میشه به نام خورشید که حجم عظیم از غبار پیرامونش در اون زمان شاهد تجمع سنگ‌ها در اثر نیروی جاذبه این غبارها بوده که اینا سیاراتش پدید میارن. در نهایت همین تجمع غبارها و سنگ‌ها بوده که به اثر همین قوه جاذبه یا به اصطلاح نیروی گرانشی با هم ترکیب میشن، تجمع میکنن سیارات دیگر و زمین پدید آوردن. خب و گفتیم هم که خب در این سیارات به دور خود خورشید در گردشن که ما اون در صحبتش کردیم. البته الان اینجا میبینیم که همین جزئیات انواع شهاب سنگ‌ها و جنس اینا چی هستش که دکتر صاحب تا اینجا که پیش برین با معذرت ما برای که میخوایم که از این برنامه شما سیستماتیک بیاموزیم و زیاد استفاده ببریم. یک دوستای ما جدیدن آمدن و در آغاز که شما شروع کردین صحبت تعداد کم بود در برنامه، حالا تعداد زیادی هستن تماشا میکنن که
برای همگی خوش آمدید میگیم، تعظیم میکنیم. بسیار زیاد صفا آوردین، خوش آمدین. سوالات را که دوستا در کامنت ها نوشته کرده پس آنها از دکتر صاحب میپرسیم. لطفا سوالات داشتین بنویسین و لینک برنامه را بر سایر دوستا شیر کنین. من خواهش میکنم دکتر صاحب که یک بار از امو دینگ دانگ یا از امو آغاز که شروع کردین بینگ بانگ چطور او شد و باز چطور شد تا این مرحله همین کوتاه چند مرحله را تفسیر کنین برای اینکه دوستا آمده باز پیش میریم. بله خب من در ابتدا عرض کردم به طور خلاصه اگر ما ببینیم بیگ بنگ یک حادثه است که آغازش هنوز دانشمندان نمیدانند، در پرده ابهام است. تیوری‌های مختلف است که آیا همون انرژی متراکمی که یک جا جمع شد و این انرژی منفجر شد در یک لحظه یا به اصطلاح آغاز به انبساط کرد در کسر ثانیه، یک انبساط بسیار عظیم کرد که خب با مرور خیلی زیاد شد این و بعدش یک حالت در 10^32 یا 36 کسر ثانیه فرضاً استاپ میکنه و نرمال میشه. ولی این نسبت که الان جهان در حال انبساط است همین نسبت و خودش پیدا میکنه تا امروز جهان که با رصد آول فرضاً اون دوربینی که دیده شده در رصدخانه امین امریکا ناسا، خب این جهان دیدن که این در اوایل قرن 20 که در سال 1923 و 1927 دو تا رصد که شد پیدا کردن که جهان در حال انبساط است. خب ولی این چیزی که انبساط میکرد خود در اول در آغاز که جز فوتون ها چیز دیگی نبودن، یعنی فوتون ها انرژی هستن و انرژی یک انرژی آزاد شده و این انرژی به خاطر که جرم بگیره که ما جرم در ریوش میگیم کتله، فکر کنم کتله بگیره تا این به ماده تبدیل شوه نیاز داشته که فرضاً با سرد و متراکم تر شوه که این با مرور همون انبساطی که میکنه بعد اول خیلی درجه حرارت بالا بوده و این درجه حرارت بسیار بالا اجازه نمیداده که ذرات ترکیب شوند، تشکیل شوند، ولی بعدش که کم کم سرد میشه این ذرات بنیادی که به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت بودن از نپتون ها و یک لحظه این اکس ها و نپتون ها و اون چیش کوارکا، این 3 دسته از ذرات بنیادی تشکیل میشن که خب یکیش الکترون داره، یکیش پروتون و نیوترون داره و یکی اجسام که مستقلن مثل الکترون ها و اینا ترکیب اینها یک جا شدن اینها با نسبت های مختلف این عناصر مختلف را سبب میشن که چی تعداد پروتون داشته باشه چی تعداد الکترون داشته باشه و در ابتدا اولین عنصر که شکل میگیره هیدروژن است و بعدش نیتروژن است و اینها یک مثل غبار در فضا پخش میشن. وقتی اینا متراکم میشن مثل ستاره ها را پدید میارن که بعد اون هسته که من پیشتر هم گفتم که چطور این غبارا در اثر تابش و گرمایی که از بیرون است و اینا پوشش میده این ابرهای مولکولی سبب میشن که سرد شون هسته اینا و اینا در اثر سرد شدن عناصر سنگین‌تر در هسته خود ستاره ها پدید میاد و همون در نهایت ما 94 تا عنصر که در جدول تناوبی داریم تقریبا به شکل میگیرن در طبیعت که اون حالت تا 118 تا که بقیه شکل انسان در لابراتوار ساختن که عناصر بسیار سنگین و ناپایدار هستن. به هر حال اینا ستاره ها شکل میگیرن و ستاره ها بعدش که با هم میپیوندن کهکشان ها را به وجود میارن و از سیاه‌چاله ها صحبت کردیم که چطور باز این ستاره ها میمیرن و ستاره های دیگه تولد میشن، تازه تولد میشن و این شکل ادامه داره تا امروز. یعنی سر سیاه‌چاله های کمک
تمرکز کنین؟ خب سیاه‌چاله ها خب در اصل مرگ ستاره هاست. یعنی اون چیزی که هنوز خود داخل سیاه‌چاله ها را نتونستن محققا بدانن که وارد چون به علتی که بسیار تاریک است، حتی خود فوتون ها یا نور که واردش میشه غیب میشه، اصلا جذبش میکنه، اجازه نمیده که بازتاب پیدا کنه و دیده شود. اصلا یک محیط کاملا تاریک است و گرانش بسیار قوی داره که همه چیز به خود جذب میکنه و داخل خود میکشه و نابود میکنه و واقعا ما نمیدونیم که در داخلش چی اتفاقاتی میفته، چون دانشمندان نمیفهمن، هنوز اونجا نمیدونن و شاید هم حدس میزنن که همین جهانی که ما درش هستیم ممکن است در درون یک سیاه‌چاله باشیم. هیچی نمیدانیم هنوز که ما در کجا هستیم یا درون یک سیاه‌چاله چی. همین هم از خب پیدایش عجیب است. بله و خب همینه که مغز خود دانشمندان سود میکشه، گاهی علاقه مغز ما که عادی است که برای چیزها بمانه. ولی چیزی که مهم است در این بحث که من با سر بحث های بعدی که میاییم در اونجا این نکته را دوستان داشته باشن، چیزی که دانش بشر امروز میدانه فقط 5% اطلاعاتی است که جهان از ساخته شده. 95% را هنوز دانشمندای جهان نمیدانند. چرا؟ چون میگن اگر ما بتانیم ماده تاریک کشف کنیم ببینیم چی هست، چه خصوصیاتی داره، چون اون بازتاب نور نمیکنه، اینا نمیفهمن در پشت تاریکی قرار گرفته. این ماده تاریک اگر میگه تازه بفهمیم ما 25% دانش ما میره بالا از جهان. ببینید 75% انرژی تاریک است، کمی انرژی که میگن انبساط فضا را منبسط میکنه، بزرگ میکنه. در واقع میگه انبساط جهان انبساط فضا است که ما علاقه جهان درش بزرگتر و بزرگتر میشه. چون این نظری که دادن زمان و فضا، زمان همین بعد از انفجار بزرگ پدید آمده، قبل از اون کسی نمیفهمه چی بوده، هیچ کسی هیچ چیز نمیفهمه. این است که اگر انرژی تاریک تا پیدا بکنن اینا و ما فعلا فقط در این اکتفا بکنیم که دانش جهان امروز 5% جهان میشناسن. وقتی که دانش ما این همه اندک است که من این بحثا رو بعداً خواهم کرد، اینا تقریبا میره به بحثای فلسفی تر از بحثای تجربی تر، این خواهد بود که ما وقت خود جهان ما رو نمیشناسیم، کسایی که ادعا میکنن که جهان فراتر از مادر میشناسن به اصطلاح، خب این چگونه ممکن است وقتی ما خود جهان رو نمیتونیم بشناسیم؟ جهان فراتر از مادر چطور اینا رسیدن بهش و این شناختن؟ و همون سبک اگر خاطرتان باشه در بحث اول من بحث کردم که ما 4 روش برای کسب اطلاعات داریم. یک روش از این اسطوره هاست، بله، که از تخیل انسان می. یک بخش از این دین است که میگه از طریق وحی، از طریق خدا و پیامبران رسیده و خب اینا گرفتن. و یک بخش از این اطلاعات به توسط فلسفه است، اون منطق و خرد است که اینا رو میسنجه، میبینه در کلیت خودش واقعا درسته یا نادرسته. این یک نوع روش است که ما. و روش چهارم همین روش تجربی است که دانش امروز ماست و این دانش در نهایت 5% جهان میشناسه و امین است که بشر در طول تاریخ کردن. بله و امین است که بشر، یعنی علم از نظر منظر علمی، گرچه علم بهش نمیپردازه، یعنی شما ببینید به دین با جز از اون رشته دین شناسی در هیچ علوم دیگه، شما شیمی بخوانی، فیزیک بخوانی، زیست شناسی بخوانی، دیرینه شناسی بخوانی، زمین شناسی بخوانی، با جز یگان اشاره های کوتاهی اگر بکنه به مسائل دینی اشاره نمیکنن اصلا، چون در باورهای دینی اصلا در ایت دانش بشر نمی گنجد، یعنی قابل تجربه نیست. شما چگونه میاری فرزند باوره که به خدا داره یک فرد و اون خدا رو بیاری تجربه کنی، زیر آزمایش میگیری و اون بگی خدا چیست؟ از این جهت است که دانشمندهایی که
ندانمگرا هستن، بله. گونستیک ندانمگرا هستن، اینا به صراحت میگن ما فقط چیزی را که تجربه میکنیم، آزمایش میکنیم، بس اما میدانیم، بیشتر از اون ما چیزی نمیدانیم. وقتی شما میگی خداشناسی، خداشناسی برای ما یک مفهوم گنگ است. یعنی ما وقتی خود جهان ما رو 5000 سال بیشتر نمیدانیم، چگونه میتونیم خدا رو بشناسیم؟ این برای ما هیچ مفهوم ندارد در علم، در دانش. حالا خب اعتقادات مردم است، باورهای مردم است، ما احترام میگذاریم، ولی این است. بحث دیگه که است در دین که ما مسئله را که مربوط میشه به بحث علم در او خواهیم پرداخت که فرضاً یکی از این مسائل که ما به سر عمر جهان میاییم همین الان که بعد از این در ادامه ما خواهیم گفت که قبلا هم گفتیم در اون برنامه گذشته که به اصطلاح کتاب مقدسی که یهودها و مسیحا به او اعتقاد داره و حتی مسلمان ها به او اعتقاد داره که کلام خداست، و دیگه قرآنی که مسلمان ها به او باور دارن که کلام خداست، اینا به این مسائل که پرداختن در چی حد پرداختن و از نظر علم تقریبا چگونه است. ما این نمیتونیم بحث کنیم، ولی بحث فراتر از او که مسئله فرشته هاست یا مسئله زندگی پس از مرگ است، فرضاً مهاد، یا مسئله خود خدا، اینا از حوزه علم و دانش بشر خارج است و از این لحاظ ما معذوریم به پرداختن این مسائل و ما نمیتونیم اما در بحث دیالکتیک شاید به این مسائل بپردازیم. خب فلسفه میپردازه، من خدمتتون گفتم، چون فلسفه نظریه است. ببینین فلسفه بر اساس منطق کار میکنه، دو تا چهار تاست میگه. خب اگر درست آمد میگه درست است، اگر درست نیامد میگه نه آقا این اشکال داره از لحاظ منطقی. بحث فلسفی است، اما بحث تجربی نیست. شما چگونه یک فرشته رو میارید در یک آزمایشگاه، به اصطلاح اون آزمایش میکنی که آیا چنین موجود وجود داره یا نداره، یا خود خدا، یا فرضاً انسانی که هیچ گونه تجربه از زندگی پس از مرگ نداره، یعنی هیچ کس از مرگ بر نگشته که برای ما مثل یک حادثه تاریخی بیان بکنه که در اونجا چی گذشت. بالاخره یک مسئله اعتقادی است، مسئله باوری است و ما فقط در دین شناسی که رشته بنده هست فقط چیزی را که میتونیم بدانیم سرچشمی این تفکرات، که این تفکرات در فرهنگ انسانی چطور پدید آمدن، چطور شکل گرفتن، همینجوری که خود انسان تکامل کرده، این عقیده ها چطور تکامل کرده و به اوج خودش رسیده و چطور زیر سوال رفته و نقد شده در بخصوص بعد از رنسانس یا عصر روشنگری. این مسائل ما میتونیم بهش بپردازیم، ولی چیزهای دیگه ما ازش معذوریم. مثلا بحثی که معمولا میکنن که وجود خدا هست یا نیست، این حوزه کار دانش ما نیست، چون اطلاعات ما در موردش نداریم، نه در وجودش داریم نه در عدم وجودش داریم. همین جوری که ما در آغاز پیدایش جهان اون انفجاری که صورت گرفته ما قبل از اون نمیدانیم چی بوده، تا زمانی که نتونیم علم تجربه نکنه و از لحاظ تجربی و اون یک پاسخ پیدا نکنه در حوزه نادانی ما. دکتر صاحب محترم، از نظر این مبحث بحث علمی تجربی شما انسان به این باور میرسه که با مو انفجار بیگ بنگ ماده بود، ماده وجود داشت، بنان او زمان روح وجود نداشت که این ماده را به وجود آورده باشه؟ نه خب ببینید، روح یک چیز دیگه است، یک بحث است که بازم غیر قابل چیز. فقط ما چیزی که در علم و دانش داریم از لحاظ روانشناسی روان انسان است. اون روان انسان در داخل انسان اون چای عصبیش است، بالاخره سیستم عصبی. انسان نبود که انسان پسان که آب پیدا شده باز زنده جانها یا میکروبا و گپا خود تکامل بحث روی چی بوده در ابتدا؟ بنان شما سنگ میگن، زمین میگن، خاک میگن و بالاخره کوه را که تشکیل اینا هر کدامش ببینین، هر کدام از این مواد علت خودش داره، دانش برش پاسخ داره که اینا تقریبا چجوری پدید آمده. بله. حالی که در 100% زنده جان نبود، زنده جان نبود اول. ببینین من این الان در بخش خود زمین میگم، چون تاریخ زمین از دو بخش تشکیل میشه.
4 میلیارد سال از این نهان زیستی است. یعنی انسان نمیدونه، حیات وجود نداره و در مراحل بسیار آخری از این مرحله است که باکتری ها پدید میآیند، یعنی بسیار همین سلول های اولیه. ولی از مرحله 600 میلیون سال بعدش که از این حدود 600 یا 540 میلیون سال بعدش که دوره کامبریان شروع میشه و تا امروز ادامه داره، در این دوره است که حیات در روی در زمین پیدا میشه، موجودات پیدا میشه با اشکال مختلف اینا تکامل میکنن و 99% و بیشتر 99% ممیز 9% از اینا منقرض شدن تا امروز و موجودات تازه پدید آمدن از اون بقایایی که تانستن خودشان با محیط زیست هماهنگ کنن و باقی ماندن و به رشد خودشان و به تکامل خودشان و به فرگشت خودشان ادامه دادن تا این موجوداتی که امروز در سطح زمین است و انسانی که امروز اینجا حضور داره. اینا رو ریش بحث خواهیم کرد به تفصیل. حالا پس با مبحث دنباله مبحثتان تا جایی که رسیده بودین ادامه بدین. ما از چند مرحله را شما حال توضیح دادین، ما تا یک جای رسیدیم و چیزی که ما در اون برنامه گفتیم از اون 6 روزه که در تورات آمده سخن گفتیم، اونجا بحث کردیم. خب امروز هم اتفاقا شاید بحث کنیم اونه، چون خود زمینه میخوایم ببینیم دیدگاه تورات در موردش چیست و دیدگاه قرآن چقدر میتونه هماهنگ باشه با دانش امروز یا نباشد. خب این نیاز است که اشاره بهش کرد، چون وقتی که ما به زمین یک سوالم که اون دفعه شما پرسیدین که آیا این کتابای مقدس به تاریخ تشکیل جهان پرداخته که چی مدته، که من گفتم نه، واقعا در کتاب مقدس شما همچون زمانی که گفته باشه که 7000 سال یا 10,000 سال یا 2 میلیون سال یا 1 میلیارد سال هیچ اشاره نشده، نه در قرآن اشاره شده نه در تورات اشاره شده. فقط چیزی که در اون کتاب همون 6 روز است یا 6 مرحله که بهش امروز میگن، یا همون 6 روز 24 ساعته شاید بهش منظور، و در قرآن هم همین گفته شده. یعنی شما آیات متعددی که من اون آیات و سوره هایش هم یادآوری کردم خدمت شما، دقیقاً همین آفرینش 6 روزه را گفته، بجز سوره فصلت که از آیه 9 تا 12 که پرداخته، در اونجا 8 روزه گفته که باز این یک کمک تناقض داره و اون 6 روز که بعد علمای اسلامی به خاطر که توجیه کنن آمدن که گفتن نه، اون در اون 4 روزه که بعدن میگه اون 2 روز اولی هم شامل است در مجموع 6 روز میشه، ولی که در آیت اگه شما بخونین کاملا صراحت داره که در 2 روز زمین رو خلق کرده، در 4 روز آنچه بین زمین و بوده مثل کوها و بالاخره همین مواد غذایی و انسان هر چیز در اون 4 روز پدید آورده و بعدش از دور آسمان خلق کرده در 2 روز. خب اینا رو ببینیم با علم چقدر واقعا سازگاری داره که اول زمین پیدا شده یا واقعا یا آسمان یا خب اینا خودی جای سوال داره. و در جای در آیات متعدد دیگه شما میبینین که میگه اول آسمان ها رو خلق کردیم بعد زمینه، ولی در یک جایی میگه اول زمین خلق کردیم بعد آسمان. خب این تناقض است، واقعا تناقض آشکار است و اینه که میگم مال علم که بهش کار نداره که مسیر خودش میره، ولی در فلسفه که شما میرین یک دید منطقی است این سوال پدید میاره که شما دارید دچار تناقض میشین و چگونه یک خدای عالم و توانا سخنان زده که با واقعیت سازگار نیست. پس این کلام نمیتونه کلام خدا باشه، میتونه کلام بشر باشه و بشر جایز الخطاست. هر چیزی که ما میگیم همونجوری که میگیم دانش در دانش خدا اشتباه میکنه، در روایت های دینی خدا اشتباه کرده. به هر حال این بحث است که حالا ما جایش نیست اینجا بگیم، در مسائل اون بخشش که خواهیم رسید این مسائل مطرح کنیم. خب الان بیاییم که این منظومه شمسی ما که کلیاتش، که البته اینم بگم که وقت ما سخن از زمین پیدایش سیاره ها میکنیم یا سیارک ها یا شهاب سنگ ها میکنیم،
این نکته را در نظر داشته باشیم که کلیاتش دانش بشر امروز میدانه، تقریبا کلیاتش، یعنی میدانه که این سیارک ها، سیارات، خورده سیارات، سیارک ها یا همین خود سیاره هایی که زمین است چگونه پدید آمدن، ولی بسیاری قسمت هایش در جزئیات هنوز هم در پرده عام است و دانش بشر ایجاب میکنه که روی ازی بیشتر کار کنه و در آینده ممکن است نظریات دیگه مطرح شود و علم بشر هیچ موقع مطلق نگر نیست. این باید داشته باشیم که علم بشر همیشه نسبی است، میتونه درست باشه، میتونه بعضی جایش درست نباشه و با مرور زمان به تدریج اصلاحات درش پدید به همینجوری که ما میبینیم دانش بشر از دوره رنسانس و امروزی بسیار تغییرات کردن در بسیاری موضوعات، اما کلیاتش مانده فرزن. مثلا اگر ما یک موضوعی را در بقای ماده و انرژی ببینیم، چون اساسا تمام این طبیعتی که ما میشناسیم از این دو عنصر یا ماده است یا انرژی است، چیز غیر ماده و انرژی در اینجا وجود نداره و همین ماده و انرژی دربارهش خود نظریات مختلفه از عهد باستان تا امروز وجود داشته و خصوص در مراحل که وارد علم میشه و یکی مسئله بقای ماده بوده که مطرح شد که ماده، اگر ما همین فیزیک صنف 8 هم که اولین فیزیکی را میخوانیم، ما میخوانیم که ماده نه خلق میشه نه از بین میره، همیشه تغییر شکل میکنه، ولی وقتی که اینشتین آمد انرژی را بهش اضافه کرد، گفت ماده و انرژی نه از بین میره نه خلق میشه، بلکه از یک حالت به حالت دیگه تغییر میکنه. ولی چیزی که شما فرمودی به اون نکته اشاره کردی که در ابتدا باید یک چیزی می بود که منفجر شده باشه، نه؟ همون که بعضی بسیاری دانشمندا اینه گفتن یک انرژی متراکم است که بسیار متراکم شده، بعد این منفجر میشه و اندازه یک پروتون بوده یا فرضاً نیوترون بوده. اما ببینین در مقابلش که این سرن تحقیقاتی را کردن در سال 2012 و بعد، خب استیوان هاکین گفت از هیچ پدید آمده، یعنی نظر استیوان هاکین میگه که همین ذرات ماده از هیچ پدید آمده و خود از این دیگه جای سوال داره. اینجا کمک مغز آدم نمیکشه که چگونه با این نتیجه رسه. ولی چیزی که بنده میگم اونم نه از لحاظ علمی تجربی ولی از لحاظ فلسفی که من میگم گاهی آدم میتونه یک نظره به منطقش بسنجه. ببینین ما وقتی اجسام خیلی بزرگ میشه رصد نمیتونیم، یعنی ابزار رصدش نداریم، ابزار شناخت نیاز داریم، با ابزار نیاز داریم. ما تا یک حد جهان نمیشناسیم، بیشتر از اون تا رصد نتانیم نمیفهمیم که اون برش چی است. خب پس چیزی که مشکل است در ابزار اندازه‌گیری ماست. وقتی که ذرات ریزم میشه در فیزیک کوانتوم مورد بحث قرار میگیره که این از فرضاً دو تا نسبت عام و نسبت خاص اینشتین که در کل فیزیک جهان و در اجسام بزرگ و در کائنات کاربرد داره، خب اینجا به چالشش میکشه فرضاً فیزیک کوانتوم که همین نظر هاکینز که ماده از چی با وجود آمده، خب که میگفت که اصلا ماده نه خلق میشه نه از بین میره. اما خب اینجا استیوان هاکین این نظر میده، ولی میتواند این نظر استیوان هاکین درست نباشد به این دلیلی که اونها اون ذره را که آزاد کردن در اون چی ندیدن خیال کردن که از این چی پدید آمد، ممکن است آنقدر ریز باشه که ما هنوز ابزار نداشته باشیم که اون اندازه گیری کنه. دکتر صاحب محترم آقای صدیقی وفا همینجا گفتن که با جدول عناصر مندلیف او زمانهایی که درس میخواندیم 104 عنصر بود و بعداً حال تا 120 عنصر بالا رفته شناخته 118 بله شناخته بشر. یعنی که خب این 94 تاش حدوداً عناصر طبیعی هستن که در طبیعت ساخته شدن. اون مازادشه خود بشر در لابراتوار ساخته، یعنی خب در ابتدا کمتر بوده، بعداً عناصر بیشتر را ساختن و نامگذاری کردن، تجزیه کردن. بله خودشان پدید آوردن و نامگذاری کردن و اونا بسیار عناصر که شما میبینید از 88 است فکر کنم و بالا
عناصر سنگین هستن و ناپایدار هستن، مثل اورانیوم یا فرضاً اینایی که تبدیل میشن به سرب. میگن امی عناصر کلش در افغانستان وجود داره. بله در همه جا شاید وجود داشته باشه، نه اینکه در تنها در افغانستان. وقتی که ما میبینیم خیلی چیزها در افغانستان، ما همین که سر تاریخ خود این سرزمین به نام افغانستان امروزی که یک کشور است میاییم، میبینیم که اون چیزهایی که روایات تاریخی با ما میگه که 5000 سال یکی فلان یکی بسمدان یکی به اصطلاح باستانشناسی، خب اینا همش درست، اما شما وقتی که این سرزمین رو میبینید، این سرزمین بیشتر از اینها عمر دارد و عمرش میرسد به 300 و تا 150 و بیشتر، و حتی با پدید آمدن خود زمین و قاره ها. خب این سرزمینی بوده که در نهایت سر قاره ها بحث میکنیم که چطور افغانستان آمد از زیرا در اقیانوس تیز بیرون. ببینون در اون زمان این پدید آمده و این جای بحث نداره، این سرزمین بوده و این سرزمین مثل بقیه جهان دچار تغییرات و تحولات. در بحث چیز گپ میزنیم در قاره ها، نه در خود این قاره ها ما اشاره بهش میکنیم. ولی خب منظومه شمسی ما حدود 7-8 سیاره داره. بله، که به دور خورشید میچرخه، که یکیش عطارد است که بهش تیرام میگن، عطارد است، و دیگه زوره هست که ناییدام بهش میگن. شما ببینین این دوتا سومیش زمین است، این دوتایی که اولیش از عطارد است، دومیش از نایید یا زوره است که اینا به دور خورشید میگن. بعد زمین که ما میاییم فرزن بهرام یا مریخ است، فرزن چهارمیش هستش، و زحل است پنجمی است، و تقریبا پنجمیش همین زهر است، و بعدش مشتری است اون بزرگه، تقریبا بعد مریخ مشتری است و بعد از اون زحل است، تقریبا همون دورش چی داره به اصطلاح اورانوس یا نپتون هم بهش میگن. بعد بین اینها و اون آخری که در این تصویر نشان نداده چی هستش، یعنی سیاره های کتوله‌ای بهش میگن. اینا همین سریس هست، همون مشهورترینش که اینا باز در چی زمین بیشتر با سر کار داریم، پلوتون است، آمونیاس، ماماکیس و اریس است. اینا از این کتوله هایی است که شناخته شده و تقریبا 4 سیاره نخسته که سیاره درونی یا زمینسان میگه و بیشتر از سنگ ساخته شده، و 4 سیاره دیگه از این بیرونی است مثل مشتری و زحل. اینا غول‌های گازی هستن، از گاز هیدروژن و نایتروژن ساخته شده که بیشتر صحبت کردیم. اینا از جملهش است. و یکی هم مثل خود زمین قمرهای به دور خودش داره که مثلا قمر خود زمین ماه هست که ببینید که این ماه چی نقشه دارد در زمین. فرضاً بالای از اینا قضی قمرها و از این سیاره های کتوله ما شهاب سنگا داریم، واره ها داریم مثل شهاب سنگا هستن، شبیه شهاب سنگا هستن، سیارک ها هستن و دنباله‌دار ها هستن. خب اینا هستن و یه اساس امین سامانه یا سیستم خورشیدی ما، منظومه خورشیدی ما را تشکیل میده که تقریبا اگر ما خود سیاره زمین رو ببینیم، بعد از اینکه خورشید تولد میشه حدود 30 تا 40 میلیون سال در بر میگیره که زمین از اون خورده. سیارات که بیشتر صحبت کردیم طول کشید که در 4 میلیارد و 567 میلیون سال پیش زمین پدید آمده. ولی وقتی که این زمین پدید میاد، این زمین به چی شکل بوده؟ آیا به شکل امروز بوده یا شکلش غیر از شکل امروز بوده؟ در آغاز ما میبینیم که همون جوری که همون تصویر که آتشین است که چندین بارم انداخت دوست ما، این ببینین کره زمین کاملا آتشین بوده. یعنی در واقع ما ببینیم اقیانوس از مواد مذاب بوده، در حال جوشان بوده، غلیان داشته، یعنی بیشتر به یک جهنم شباهت داشته
تا به یک خانه که ما در او امروز زندگی میکنیم. خب این زمان نیاز داشته که خب در فضای از یان بجز از دیوکسید کربن، نیتروژن که امروز تقریبا 78% جو زمین تشکیل میده و بخار آب و چیز دیگه کربن و متن و اوزون که گازهای گلخانه‌ای هستن که بعد پدید آمدن، ابتدا همین عناصر در دورش برش بسیار سمی بوده. هیچ گونه نمیتونسته در همچون کره حیات پدید ده که اولا که گازهای سمی داشته و دوما که بسیار آتشین و توی همه چیز میسوزانده، خاکستر میکرده. و همین سبب این نمیتونسته یک خانه مناسب برای پیدایش حیات باشه، یعنی زمینی که تازه متولد شده. اما خب در همین مرحله دو پدیده سبب همین شده که زمین آتشین باشه. یک پدیده از این خود همین آتش فشان هایی بوده که از دل خود زمین جوش میزده، بیرون میزده و آتش فشان، حالت آتش فشان های بزرگ را تشکیل میداده. همچون چیزی که در حال سوختن مثلا فرضاً خود خورشید ما الان در همون حالت قرار داره و بترش یا بگیم یکی از حالتاش است. و دومین چیزی که رخ داده برخورد شاب سنگ ها بوده، شاب سنگواره ها بوده. این شاب سنگواره هایی که می آمدن به زمین برخورد می کردن میلیون ها سال طول کشید. تقریبا تا 3 میلیارد و 900 سال پیش این شاب سنگ ها آمدن به زمین خورده. و چیز جالبه که بوده این شاب سنگواره ها به شکل کریستال های نمک بودن که در داخل از اینها مثل کپسول های از آب بوده که اینا به تنهایی نمیده، ولی میلیون ها ساله که اینا زمین بمبار کردن در نهایت خودشان آب زیاده را به زمین وارد کردن و این آب به مرور زمین سرد ساخت. به مرور سرد ساخت. در ابتدا این آبا که می آمدن بخار می شدن، می رفتن به اتمسفر، 2 مرتبه در فضا که سرد می شدن پایین می آمدن، مثل که الان داریم اون حالت را در مقدار به فضا بالا می رفتن و سرد می شدن، سرد می شدن، سنگین می شدن، بعد می آوردن می ریختن بر روی زمین. خب این روند خب میلیون ها سال طول کشید تقریبا تا ای که کم کم زمین ما داشت میخواست سرد شود. ولی یک حادثه که در روی زمین رخ داد بسیار حادثه مهم بود. برای 4 میلیارد و 527 میلیون سال پیش یک سیاره به اندازه مریخ، این با ابعاد مریخ تقریبا در حدود سرعت اگر بگم 15 کیلومتر در ثانیه، بسیار سریع، این به سمت زمین آمد و با زمین برخورد میکنه. وقتی که به زمین برخورد میکنه از ته زمین در اون موقع و از ته این سیاره هر دوی ذوب میشن، در هم دیگه در آمیخته میشن، یک جا میشن. ولی از پوسته زمین گرد و غبار و سنگ و اینا بیرون میرزه، مذاب اما اینا به دور خود زمین میچرخن و به سبب نیروی گرانش و جاذبه یک کره دیگره یا یک سیاره دیگره در دور زمین که به قمر زمین معروف است یا ما میگیمش الان یا مهتاب میگیمش به اصطلاح، این تشکیل میده. و این همین برخورد است که صورت گرفته، در تصویرها میتونه دوستان ببیننش. خب در این زمانی که ما تشکیل میشه تقریبا 22,000 کیلومتر، یعنی اگر بگیم 3.6 برابر شعاع زمین از زمین فاصله داره، یعنی بسیار نزدیک از بر زمین. و این اندرکنش جزر و مد که ما داره سرعت دوران زمینه که به دور خودش میچرخه به مرور کند میکنه، چون از ابتدای آفرینش یعنی حتی شبانه روز که 3 ساعت بوده به 5 ساعت میرسه یا فرضاً به 6 ساعت میرسه، این کند میکنه. همینجور به مرور که ما دورتر میشه از زمین و جاذبه خود
ما بر زمین تاثیر میگذارم، این مد و جزر که در رودخانه میبینه، اینا به مرور سرعت زمین کند و کنتر میکنه که تا این مدتی که امروزه به 24 ساعت رسید فرضاً شبانه روز زمین. بالاخره گردش زمین کنتر میکنه. بله، و گردش زمین که کنتر میشه فضایش کم سرتر شده میره و این کمک میکنه به این که شرایط زمین تغییر بکنه. یعنی تغییرات بسیار اساسی را اما در اینجا داشته و همون شعاب‌سنگایی که بمباران میکنه طی میلیون ها سال و آب وارد سطح زمین میکنه. البته خود در درون خود سیاره زمین ها ممکنه آب بوده، چون بعض گزارش ها میگه که 50% آب آی اقیانوس این شعابواره ها آوردن. خب 50% دیگهش از کجا آمده؟ حتما خود زمین هم داشته که و مرور آمده بالا آمده و سطح زمین پوشش داده. ولی مسئله که مطرح هست که این درجه حرارت است که بسیار درجه در ابتدا درجه حرارت بالایی بوده که هیچ امکان نداشته، ولی به اثر همین دمایی که سطح زمین پایین همین تحولات گفته با 70 یا 80 درجه سانتیگراد میرسه. این زمین میبینیم که خیلی سرد شده. ممکن است در این درجه حرارت هم حیات در روی زمین ممکن نبوده، ولی احتمال از این که در اقیانوس ها و در ته اقیانوس ها حیات پدیده امکانش بیشتر بوده. و خب به هر حال ببینیم چیز دیگه که تاثیر گذاشته خود همین ما سببه که همین اندرکنش هایش که جزر اومد بادها رو به وجود آورد در روی زمین. این بادهای بسیار بادهای شدید و طوفانهای شدید را در دور زمین پدید میاره که اینا خودش به سرد شدن زمین کمک میکنه. دکتر صاحب هدفتون از پیدایش مهتاب است؟ مهتاب بله. با تاثیراتی که مهتاب گذاشت من میگم که این بسیار تاثیر گذاشت بر روی زمین. این باداست تا اینه که با مرور هم سرعت گردش خود چرخش زمین کمتر میشه، هم با مرور زمان ما دورتر میشه از زمین. تقریبا دیگه همین امواجی که از هرچی ما دورتر میشه امواج آرامتر میشه. این است که در حدود 700 میلیون سال پیش سطح زمین آب فرا میگیره. یعنی آب دیگه از اون حالت تبخیر میمونه به شکل مایع، سطح زمین فرا میگیره. ولی اینی که آیا تمام سطح زمین آب فرا گرفته، یک کم دانشمندا در این تردید داره، چون از سطح زمین آتشفشان ها بیرون می آمد از سطح اقیانوس ها و این اقیانوس ها سبب می شدن که جزایر آتشفشانی را تشکیل بدن در بین اقیانوس ها که بعد به سبب چون درون زمین گوشته زمین بسیار داغ بوده و این پوسته که بسیار هنوز نازک بوده، شاید به 10 کیلومتر میرسه یا کمتر یا زیادتر، این سبب گسل میشه، یعنی شکستگی در صفحات زمین. در صفحات زمین سبب گسستگی میشه. همین صفحات تکتونیکی را یا صفحاتی که بعضی زمین ساخت بهش میگن، این صفحات به وجود میاد و این صفحات قاره ها را پدید میاره و اینجاست که قاره ها شکل میگیرن تقریبا به این شکل. قدیمترین قاره هم که تشکیل شده بعض منابع اینه به نام کنارلند میگن، ولی خب یک دانشمند روسی که واژام روسی است ایره رودینیا میگن فرضاً. این قاره بوده که پدید آمده که کل قاره هایی که در اون موقع بوده به هم یک جا بوده و تمام خشکی ها را در بر میگرفته. این صفحه بین 1 میلیارد و 100 میلیون سال پیش تا 750 میلیون سال پیشه که دوره پیشین زیستی نو است یا نوع پروتوزویک که در اون تقسیم بندی زمان اگه شما جدولش ببینید وجود داره، این دوام پیدا میکنه. حدود 750 میلیون سال پیش این ابرقاره باز در سر همون
حرکاتی که در گشته زمین است در زیرش سبب میشه که به قطعات کوچکتر تقسیم شود که چند قاره را پدید میاره و خود از این بعدش باز یک جا میشه، یک قاره دیگه را پدید میاره به نام پانوتیا که در حدود 600 تا 540 میلیون سال پیش پدید آمده و سرانجام ابرقاره پانجا شکل میگیره. این ابرقاره بسیار برای ما و در بارش معلومات هم بیشتر است و این ابرقاره که تشکیل میگیره تقریبا بخش پایانی دوره دیرین زیستی یا پالوزویک است و بخش آغازین میان زیستی یا موزویک است. در این فاصله زمانی این قاره شکل گرفته و نزدیک به 165 میلیون سال این قاره به می شکل بوده تا که همون تجزیه شدنش به سبب حرکت پوست زمین دو مرتبه سبب میشه که از هم فاصله بگیره و به دو قاره لور آسیا و گوندوانا تقسیم شود و وسط این فاصله درزی که پیدا میشه شما میبینید دریای تیتیس یا اقیانوس تیتیس تشکیل میشه. خب این اقیانوسی که تشکیل میشه یکی از جمله سرزمینایی که در زیر این آب بوده افغانستان بوده. در این زمان افغانستان زیر همین دریاچه تیتیس قرار داشته. خب و این تقریبا این 45 میلیون سال بعد همین از بغل این گوندوانا که تقریبا ماداگاسکار است یک قطعه جدا میشه که همون شبه قاره اند باشه که این به نام صفحه اند استرالیا میگه، چون بعدا تقسیم میشه یک قطعش میره دورتر استرالیا و میسازه یک قطعش میره اند میگه و این حرکت میکنه به سمت اون لوراسیا که بعدها از اون اوراسیا میگه که همین جایی که اروپا و آسیا را تقریبا در بر میگیره نزدیک و نزدیکتر میشه و این که نزدیکتر میشه به اصطلاح پر میکنه. وقتی این برخورد میکنه این همین مسیر دریاچه تیتیس پر میکنه و فشار میاره و این دریاچه خشک میشه. این دریاچه خشک میشه و کوههای اومالیا بیرون میاد. یعنی اولین کوه چون چین خوردگی ایجاد میکنه همین خود برخورد اند با قاره اوراسیا وقتی فشار میده شما مثل یک صفحه کاغذ از دو طرف فشار بدید وسطش بالا میاد. چین خوردگی کوزایی است، به اصطلاح کوزایی شکل میگیره. حالا خود نظریات مختلف که بعد میگیم اما خود این نظریه نیست که روی کدام مستندات ایکوها در این قسمت به وجود میاد؟ خب موجود است امروز این کار امروز موجود است اما او زمان یعنی بساس قدامتش بیشتر از دیگر قسمت ها به اینجا به وجود میاد. چی است؟ خب شما ببینین وقتی قاره همین الان این در سال میگه 2 سانتی و خورده 2 سانتی و ممیز 50 سانتی متر در حال حرکت است. ممکن است دور شود ممکن است نزدیکتر شود. شما میبینید که همین افغانستان الان هم زلزله درش به وجود میاد. این خب از این گسسته هاست، همین گسسته های زمین شناسی است که در حرکت صفحات یا عمودی حرکت میکنن یا افقی حرکت میکنن. ببین ایران زلزله خیز است، پاکستان زلزله خیز است، افغانستان خود این زلزله خیز است. خب اینا به دلیل همین حرکت است و این حرکت چطور فهمیدن من اینو بحث خواهم کرد. ببینید 2 تا عامل است. ببین در ابتدا بعض دانشمندا با این نظریه میخندیدن، یعنی این رو مسخره میکردن و در اون زمان حتی در کتاب‌های درسی اگه شما برین در ابتدای قرن 20 میبینین که اون به اصطلاح توپ سیب درختی که تنوری یک سیب اگه شما بگیرین در تنور بندازین که داغ شود چروک میکنه، چروک میشه، خوابش جمع میشه چروک میکنه و فکر میکردن که زمین چون سرد شده داغ بوده مذاب بوده سرد شده این چین خوردگی ها سبب میشه که کوها به وجود بیاد، کوزایی به شکل به وجود آمده. ولی دانشمندایی که نظر میده میگه پس این چروک اگه بوده خود در تمام سطح زمین باید یک نواخت میبوده، در همه جا کوه به یک شکل به وجود میامده. ولی چیزی که
این تیوری دو میره قوی تر کرده و امروز دانشمندا که مثلا اند آمده برخورد کرده با قاره. شما اگر قاره را ببینین مثلا افریقا را ببینین با جنوب امریکا ببینین، همون ساختارش میبینین که از هم جدا شده، اصلا یک موقع با هم بوده، یک گسست کرده رفته پردن دور شده، یا جای دیگه شه در نقشه اگر ببینین قشنگ نشان میده که اینا گسست کردن، از هم جدا شدن یا با هم نزدیک شدن و این سبب شده که چی شوه به اصطلاح این چین خوردگی ها به وجود بیاد، کوزایی ها شوه که یکیشون در خود قاره افریقا اتفاق افتاده که این کوزایی که با سبب شد که اون جنگلات و اون درختان زیاد از بین بره و این صحرای بزرگ رو در افریقا پدید بیاره که این سبب شد که انسان از درخت با این بیایه و راه بره و بعد با دو پا راست قامت شد و این در تکامل انسان نقش بسیار زیاده بازی کرد. به هر حال اون در جایگاه خودش بحث میکنه، ولی مهم این است که چند دلیل داره این دانشمندا که این قاره ها از هم جدا شدن. دکتر صاحب میگن زیادتر در افریقا زیاد پیدا میشه. بله خب الان بعد این صحبت میکنم انسان خردمند خب 200 نفر خانوادهش از افریقا خارج میشه و سمت آسیا و اروپا میایه و اونمون 200,000 نفر امروز به 8 میلیارد جمعیت جهان تبدیل شد. خب به هر حال این تحولات صورت میگیره. ما الان چیزی رو که میخوایم بحث کنیم که این است که آیا واقعا مثل اون سیب تنوری داغ شد یا اینکه این صفحات تکتونیکی یا صفحات به اصطلاح زمین ساخت حرکتش سبب کوزایی شد که در بحث زمین شناسی این مطرح است و این بحث همین است که دلیلش وقتی میبینن که در اون قسمت آمریکا که با آفریقا شباهت داره، نزدیکی داره، فسیل های جاندارها و فسیل های از درخت ها پیدا میشه که در این قسمت هم وجود داره. حتی بعض از ماهی ها یا آبزی ها نمیتونن فاصله زیاده را شنا بکنن، چون هم سبب میشه که جانورهای بزرگ دریایی اینا را بخوره از بین برن، هم این قدرت را ندارن که اون همه شنا کنن خودشان برسانن. و این دلیل یکی از دلایل است. مثلا در یک ماهی است در این عین اون ماهی رو شما در ماداگاسکار میبینید و در جای دیگه دنیا پیدا نمیشه اون ماهی. این نشان میده که اینا زمان با هم یک جا بودن و این زیسته که درش به وجود آمده در اون زمان به وجود آمده و این قدیم ترین ماهی های هم هستن که از لحاظ دی ان ای شاکمایی نمیکنن. بله اینا بعد اینا جدا شدن و از هم جدا شدن و یا همینجور شما میبینید نوع سنگ ها، لایه های زمین شناسی که الان من اون سنگ ها رو خدمتتان بحث میکنم که ببین خود سنگ های زمین سه قسمتن از لحاظ زمین شناسی. یکی سنگ های آذرین هست که از گشته زمین بالا میان در توسط آتش فشان ها، اینا سنگ های بازالتی هستن که تقریبا تشکیل میشن. یک سنگ های است و اثر رسوب لایه های زمین پدید میآید که اینا سنگ های رسوبی میگن و یکی هم از در آمیختگی این سنگ ها با بازالتا در مرور زمان و تحولات پدید میان که اونا را به سنگ های درم ریخته میگن یا فرضاً آمیخته میگن که این سه نوع سنگ در زمین شناسی بسیار شناخته شده است و روی از این کار میکنن. بله خب اگر کمک تفریح شما صحبت کنین دوستان، اگر نظرات در بیان کنین که من یک کمک گلی خود تازه کنم. خب همینجا آقای بارگزه یک سوال داشت پس آمدین جواب بدین. دیر میشه سوال من هستم، فقط اگر اجازه بدین که یک کمک بفرمایید. بینندگان عزیز به تماشای برنامه بازم بسیار زیاد خوش آمدین و صفا آوردین، تعظیم و حرمت برای شما میکنیم. واقعا برنامه برای بعض دوستای ما شاید که به طبعشان برابر نباشه. زیادتر ما علاقه داریم که برنامه‌ای را که سر صدا داشته باشه، جنگ باشه، تبلیغات باشه، سیاست باشه، امریکا چی کرد، اروپا چی کرد، افغانستان چی میکنه، طالبان چی حال داره، برای این گپا زیادتر علاقه‌مند باشیم. ولی
وقتی که به کهن خود فکر میکنیم بسیار ما نمیفهمیم ما چی هستیم، از کجا آمدیم، چی تاریخی را داریم، انسان چی است، انسان چگونه پیدا شد، قصه های بزرگان ما، بابا کلانهای ما که در طفولیت شنیدیم چه قش واقعیت داره، جهان به کدام سو میره، جهان چی است، این جهان چطور به وجود آمده، روزا که در چرتش میریم به مون گپ مولانا میرسیم که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش، از کجا آمدم آمدنم برای چی بود. این به مو بحث مولانا میریم. این توضیحات را که استاد محترم دکتر سبمیدی کابلی زاده توضیح میده، اندوخته های علما و دانشمندای مثل در اول که گفتیم که از سر تا سر جهان تحقیق کردن و به اساس تجربه و به اساس علم و به اساس زمین شناسی، ستاره شناسی و علم نجوم و ریاضی و فیزیک به این نتیجه ها رسیدن و همین کشفیات که صورت گرفته و تحقیقاتی که صورت گرفته و نسل به نسل مانده و تجربه و حال مؤسسات بسیار بزرگ، انستیتوت های بسیار بزرگ مصروف تحقیقات در مورد هستی هستند، در مورد حیات هستند، در مورد موجودیت طبیعت هستند و کائنات. اینمی مفت و ساده به دست نامده. بسیار از شما دوستایی که اینجا هستین و مشنوین به این چیز علاقه‌مند هستین، یک جان سپاس میکنیم. کوشش میکنیم دست به دست هم از دانشمندای خود یاد بگیریم و این بحث ها را ادامه بدیم و در نتیجه از این یک فکر برای ما پیدا میشه که جواب سوالای ما را میته که اگان وقت در گنگ حیران میمانیم و در چرت میریم و به مسائل آسمانی فکر میکنیم و حقایق خود نمیشناسیم. بسیار مفید است که از این درس‌ها چیزای بیاموزیم، بشنویم و وقتی میگیم روشنگر هستیم باید خود ما روشن باشیم تا بتونیم روشنگری کنیم. از دکتر صاحب بسیار تشکر میکنم. به بحث خود ادامه میتن. بفرمایید دکتر صاحب. ما میایم بر این بخشی که تقریبا اساس بحث است که خود سن زمین. امی سوال می دوست ما آقای سرور بارگزایی گفته که علما و دانشمندا به این نتیجه رسیدن در نتیجه انکشافات فضایی که میگن در کره مریخ آب وجود داره، دیده شده. این درست است یا نیست؟ گفتن ببینید من جلوتر خدمتتون گفتم که آب قبل از اینکه زمین پیدا شود، قبل از اینکه منظومه شمسی ما پیدا شود و قبل از اینکه اینا باشه، آب میلیاردها سال قدمت داره. آب همین خود H2O در فضا و کائنات وجود داشته و به می خاطر است توسط اون شابوار سنگ ها وارد زمین شده. سیاره مثل مریخ خودش یک سیاره یخی است، چون از خورشید دورتر است، یعنی سبب این شد که نه تنها آب به شکل مایع پدید بیاید اما به شکل یخ وجود داره و در بعض از سیارات نزدیکتر به خورشید به صورت گاز احتمالش هست که گرم است چون نمیتونه مایع باشه و به صورت گاز در اتمسفر اون سیارات وجود داره. آب به هر حال در طبیعت وجود داره، ولی این که نقطه مهم این است که کدام یک از سیارات این شرایطی که در زمین است این شرایط داشته باشه تا بتونه حیات ادامه پیدا کنه، زنده باشه. بله این مشکل اساسی. تشکر بسیار. حالا به بحث اصلیتون ادامه. بله سن زمین است مسئله اینه که شاید سن زمین برای چی معلوم میکنن؟ بله چگونه فرزنی را محاسبه میکنن؟ این یک سوال است که شاید خب کسایی که زمین شناس به طب به این آشنایی دارن و کسایی که اهل تخصص این کار هستن
میدانن که زمین چگونه محاسبه میکنن. ولی خب ما میخوایم ساده تر بیان کنیم اگر دوستانی که آشنا نباشن متوجه شوند که فرضاً سن زمین چگونه محاسبه میشه. پیش از این که همین روش تاریخ گذاری رادیومتری به وجود بیاد که به اساس عناصر رادیواکتیو است که الان بحث میکنیم که چطور هستش، خب نظریات بسیار زیاد در این مورد وجود داشت. شما ببینید از قدیم نظریات وجود داشته که چی میکردن. یک لحظه این چیز من خاموش شد. به اصطلاح از قدیم نظریات وجود داشتن که زمین چگونه پیدا شده، از جمله منابع مذهبی. بله. یعنی بمی که سن زمین اگرچه هم تعیین نکردن ولی دینداران این کار کردن. من میگم که در مسیحیت اگر شما در کتاب مقدس بری مستقیم شما هیچ سن را برای زمین یا برای جهان پیدا نمی کنی، ولی خود دیندارها که همون پاپ ها بوده یا فرزند به اصطلاح رهبران آیین مسیحیت بوده و به تقلید از او رهبران اسلامی ما هم بعضی نظرات را دادن و این چگونه تعیین کردن بسیار جالب است. اول اگر اجازه تان باشه من همون روایت کتاب مقدس 2 مرتبه تکرار بکنم تا دوستان که اون برنامه اگر نشنیدن بشنون و بعدش میایم سر از که این واقعا از این لحاظ مهم است. تا دوره رنسانس یا انقلاب علمی بله اینمی باور بوده. بله 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 تمام انسان ها میشه باور میکردن، همینو باور میکردن. حتی دانشمندها یعنی نمیتونستن نظرات خلافش به چاپ برسانن، به نشر کنن، چون متهم میشدن به کفر، اینا رو میسوزاندن حتی آوردن یا مجبورشان میکرده که باید توبه بکنن. اصلا سر گالیله چی روز آوردن؟ بله. حالا بعدش میانیم سر مریکوری که این خانم یک الگویی است که حتی این صحنه که در ابتدای قرن 20 به این خانم جریان گذاشته برای من زندگی نامش بسیار جالب است. امروز زنای بدبخت ما این همون شرایط یک قرن بعدش و بدتر از اونه الان امروز از سر میگذرانن. بله. و بسیار جالب است اون که من اون اشاره خواهم کرد و من فکر میکنم که امروز به این قسمت سن زمین میپردازیم، بعد ادامهش باز در برنامه بعد ادامه میدیم. اگه دوستانم سوال داشتن ما در خدمت هستیم. خب من خدمتتون عرض کنم که من همین روایت پیدا کنم که سن زمین تقریبا از نظر مسیحیت چگونه بوده. خب یک لحظه من همونه که از روی خود متن بخوانم بهتر است. کجا شد؟ پیش من قرار کرده است. دیده که شما به نقد میگیرینش فرار کرده. بودم اینجا اصلا نمیدانم. یک لحظه من اینو پیداش کنم. جالب است. منتظر هستیم. یک لحظه فقط من ببینم. خب کجا بود واقعا؟ میشه نقل قول کنین که چی گفته ده اونجا؟ جالبه که از خود متن من بخوانم. این بسیار جالب تر است تا این که نقل قول من خب بعد ممکنه از همون بیشترم یادآوری کردم که چی گفتن. من یک لحظه من همین داشتم همین بیشترم به چشمم خورد. بله حالا شاید خدا نمیخواد که من این بحث کنم. خیر با بحث آیندم باز سرش بیاین. به هر حال شما از نظر تجربی علم بگوین توضیحات تنبت. بله
خب ببینین رقم را که بر اساس کتاب مقدس روحانیون مسیحی حساب کردن چیز حدود 6-7 هزار سال بیشتر نمیشه. اینا از چی ساختن، از چی آمدن، چی کردن؟ چون در کتاب مقدس چیزی که تاریخ گذاری شده سن پیامبراست. فرضاً حضرت آدم چقدر 950 سال عمر کرده، فرضاً باز در چی مرحله از حضرت آدم فرضاً نوح تا نوح چقدر بوده فاصله بوده، یا فرضاً بین نوح و ابراهیم چقدر فاصله بوده و بین ابراهیم همینجور تا موسی چقدر فاصله بوده، از موسی تا عیسی تا امروز که عیسی الان حدود 2000 سال 2024 فرضاً 2024 سال میگذره. اینا رو وقتی جمع میکردن یک چیز میشد حدود همون بین 6 تا 7 هزار سال و بیشتر از این نبود. خب این میگفت خب در 4 روز در 6 روزی که خدا خلق کرده، در روز 4م یا روز 3م که اونجا بودش که اگه میبود دقیقا نوشته که زمین خلق کرده و بعد آدم دایش خلق کرده. از این چیز بیشتری را اعتقاد نداشتن و اگر کسی هم خلاف از این میگفت کفر محسوب میشد و اون افراد مجازات میکردن همینجوری که گفتیم. اما جالب این است که در بین این همه دانشمندا و همینجوری که در بین فلاسفه آمد، در بین خود دانشمندا از خود دل این کلیسا بیرون شدن و کسانی که اینا را میخوان ولی انسانایی بودن که تجربی هم کار میکردن، بعد نظرهای مخالف این نظرات میرسیدن، بعد اینو نقد میکردن، میگه او اینجوری است، اینجوری چه از اینا. ولی جالبش این است که اونا نمی آمدن که کتاب مقدس رد کنن، اونا توجیه پیدا میکردن که علم سازگار کنن با کتاب مقدس. بله. شما این روند بسیار عمیق میتونین ببینین در طول تاریخ که این کار صورت گرفته و حتی تا امروز شما هم مسلمان ها رو میبینین و هم مسیح ها رو میبینین که میاین علوم جدیده، علوم تجربی را به نوع اینا با داده های کتاب مقدس خودشان همخوان میسازن که گویا اون توجیه کنن که نه الان کتاب خدا در کتاب قرآن یا فرضاً در کتاب مقدس تورات یا انجیل خلاف علم چیز نگفته. دکتر صاحب محترم، با معذرت یک بیننده بسیار عزیز محترم ما قدیر جان نایب صدیقی که بسیار خوش آمدن به برنامه، چون میگه طرف ما نیمه شب است برق قطع میشه و اینا، سوال کردن که دکتر صاحب با معذرت دکتر صاحب گرامی، سوالشون نیست که دوری و نزدیکی زمین و سیارات را چطور تعیین می شود؟ یعنی فاصلهش منظورش است یا اینکه چطور با چی شکل گرفتن؟ چی من منظور یعنی که همین فاصله که به اصطلاح سیارات چطور تعیین می شود، اندازه‌گیری از اینا که چطور از اندازه‌گیری از اینا خب ببینید یک روند بسیار پیچیده بوده. بله. پیچیده بوده به این دلیل که الان من میگم که چطور تعیین شده. همین سیارک هایی که به زمین برخورد کردن، شاهسنگ ها، عمر از اینا را از طریق رادیواکتیو میسنجن. وقتی که اینا و امواجی که به داخل زمین میره قطر زمین را میسنجن و با این شکل فاصله خود زمین و خورشید از روزگار حتی اراتوستون اولین کسی بود که این اندازه را اندازه گیری کرد. میگه اندازه دوریشان هدفشان است، اندازه دوری از اونا که از هم دیگر اندازه دوریشان است هدفشان است یا از زمین نزدیکی زمین؟ نه خب معمولا دانشمندا زمین این اندازه را مورد نظر دارن. بله. مثلا همین واحد نجومی که ما پیشتر صحبت کردیم که 1,500,000 سال فاصله بین زمین و خورشید است. بله. امیر سوال زمینامی است که چطور تعیین میشه؟ بله این خب ما گفتیم اراتوستون با یک روش‌های بسیار قدیمی خودش که چوب میزد اون سایه ها را اندازه میکردن به یک نتیجه رسیده بسیار جالب است که بسیار اندک با این چیزی که دانشمندهای امروز بهش اعتقاد دارن بسیار نزدیک بوده و می فاصله و اینا خب الان رصد میکنن، نه همین رصد امواج میفرستن و توسط این امواج فاصله
فرضاً زمین و ما را اندازه میگیرن یا بینش خورشید، وقتی که خورشید را پیدا میکنن بعد اون سیارات بعدی را بر اساس این میار که چقدر نور ساطع میشه و چقدر نور به سرعت به اونجا میرسه که اونا میگه خب ارقام نجومی است. دو برنامه قبل اگر خاطرتان باشه روی صحبت کردیم که اینا رو به سال نوری اندازه گیری میکنه، یعنی نوری که در یک سال فاصله را تعیین میکنه فرضاً. یعنی سال نوری که میگه منظورش از زمان نیست، منظورش فاصله است که نور با این سرعتی که داره 300,000 کیلومتر بر ثانیه در چی مدته. بر این اساس بقیه‌اش هم خب معادلات است با انتگرال و نمیدونم مشترک و اینا چی میکنه که توضیحش کم اینجا مشکل است، یا ای که ما باید اون صفحات رو بگذاریم. شما گفتین که به اندازه سرعت نور توضیح شد بخیرم. بله اینا به این شکل اندازه میگیرن، ولی من در خدمتتون در اول هم عرض کردم که این اعداد و ارقام ما نمیتونیم 100% بگیم درست است. ممکن است که در آینده ابزار ساخته شود انسان بشر بسازه که بسیار دقیق تر این اندازه گیری کنه. اما چیزی که امروز وجود داره همین است که یک واحد نجومی همین فاصله است که بین خورشید و زمین است که اون 1,500,000 سال است، و یک واحد اندازه‌گیری سال نوری است که بر اساس سرعتی که نور داره در یک سال چی اندازه فاصله را تعیین میکنه که اونا همش از فرمولایی که به دست میاد. به هر حال چیزی که الان برای ما مهم است که عمر زمین چگونه تعیین کردن. چیزی که بود این خب کسایی بودن که در بین خود کلیساها، بین خود همون روحانیون، افراد طبیعت‌گرا بودن. بله. یعنی بر اساس آزمایش‌های طبیعی اعتقاد داشتن که واقعیت امین است. خب در سال 1715 ما شخصی را می‌بینیم به نام ادموند آلی که یک منجم انگلیسی بود. این یک مسئله را پیش میکشه که مسئله خود سن زمین میتونه که از مقدار شوری آب‌های اقیانوس اندازه گیری کنه. حالا این مسئله چگونه مسئله بوده که آب‌های اقیانوس چطور میتونسته فرضاً کمک کنه که ما سن زمین حساب کنیم. من یک موضوعی را از لحاظ زمین شناسی برای شما بگم که این بسیار مهم است که همین تعیین سن 10 دقیقه دیگه شما وقت داریم. خب ما به خاطر همین سریع باید چی کنم که ما سن زمین یک روشی است که از سن سنگ‌ها، بله، سنگ‌های خود زمین محاسبه میکنیم و این دو روش داره. یک روش مطلق است، یک روش نسبی است که سن سنگ‌ها را تعیین میکنن و خب اون سن نسبیش دقیق تر نیست و سن مطلقش که بر اساس رادیواکتیو است بسیار دقیق تر است. همین سنگ‌هایی که الان دوستمان به نمایش گذاشتن، این سنگ‌هایی است که در کانادا پیدا شده، عمرش به 4.4 میلیارد سال میرسه، 4.4 میلیارد سال پیش میرسه و خود دانشمنده اعتقاد داره که به سبب آتش فشان‌ها بیرون آمده و سرد شده و سنگ‌های آذرینه که هستن. این سنگ ها وقت 4 میلیارد سال داره مسلما سن زمین بیشتر از این بوده، چون این گدازه ها باید زمین پدید آمده باشه که از درونش و یکم از این عناصر که هست همین زرگون ها است که الان نمایش میدین. این سنشین بسیار قدیمی ترین سنگ است که یکی از جواهراتی که اینا رادیواکتیو میده و سن زمین و سنگ ها را محاسبه میکنه. دومین روشی که سن زمین بسیار دقیق تر حتی سن خود سنگ ها محاسبه میکنن، شهاب سنگ هایی است که زمین بمباران کردن، چون اون شهاب سنگ ها از آغاز پیدایش زمین آمدن بر روی زمین و سن اون شهاب سنگ ها رو که سنجش میکنن بر اساس رادیواکتیو میبینن یک سن حدود 4 میلیارد و 560 میلیون سال عمر داره،
4 میلیارد و 560 میلیون سال، که این تقریبا همون سن است که برای زمین در نظر میگیرن، چون زمین وجود داشته که در اون وقت و زمین خورده و حاصل. این چیز است که تقریبا با در بین 30 تا 70 سال اختلاف از سن خورشید است که پدید آمده. و این طبقه بندی خود زمین است که همین در تصویری که گذاشتم، که بعد با این صحبت خواهیم که هسته زمین است، هسته داخلیش است، هسته خارجیش است، و اون گوشته یا منتالش است که گوشته ما این حالت مذاب داره هنوز، و یک لایه هم از اون منتال داره که در رویش پوشش کرده، و بعد خشکی های زمین است و آبهای زمین است. این ساختار داخلی زمین است تقریبا که این تصویر نشان میده. ولی خب چیزی که برای ما مهم است که همین خود عمر زمین بر اساس نظریات مختلف محاسبه شده. یکیش گفتیم شوری آباست که بعد اون انتقادات روبرو میشه که این نمیتونه دقیق باشه، ولی خب یک روش از چی بوده که دانشمندان این محاسبه کردن. فرضاً همین لورد کلوین که خود از این یک کلیسایی بوده به اصطلاح، و حتی یکی از مخالفان سخت داروین بود. بله. که همون کتاب منشأ حیات داروین اصلا قبول نداشت، نقد میکرد و همیشه مخالفش بود، تا آخر مخالفش بود، با ای که در آخر خودش میفهمید بعض نظراتش درست نیست، ولی هیچگاه عدول نکرد این شخص از مخالفت با داروین. یعنی این قدر اعتقادات قوی مذهبی هم داشت. ولی این شخص در قسمت تعیین عمر زمین ایره حدود 20 تا 40 میلیون سال برآورد کرد. اونم همون شکل همون سیبره که شما گفتم در تنور مندازین داغ میشه سرد میشه، این یک گلوله ساخت مثل زمین و داغ و همون حالت اولیه رو تقریبا و اون سرد کرد به مرور که ببینه چقدر تغییرات این چی میگه بر اساس از اون این تقریبا یک عمر سنجید که بعدا خب مشخص شد که این روش دقیق نیست. ولی دقیق ترین روشی که فرضاً برای زمین شناسی که من همین رد کنم سریع برای شما بگم که از کدام طریق تقریبا چی شده پدید آمد. هنری بکلر بود، یک فیزیکدان فرانسوی بود. این شخص که جایزه نوبل هم میگیره به همراه مری کوری. مری کوری یک دانشمند لهستانی بود که خانم، و شوهرش هم پیتر کوری یک دانش فیزیکدان فرانسوی بود. این خانم که من میگم بسیار زندگیش جالب است اگر روی از این باز بحث کنیم، این در کشورش اصلا امکانات اون موقع تحصیل برای زنان نبود، مثل که طالبان هم نمیداد، اصلا میگفتن زنها برای این کار ساخته نیست، یعنی کلیسا و این بد میدانستن و این شرایط نبود و به این سبب این زن وقتی در کشور خودش امکانات تحصیل نبود با خواهرش فرانسه میره و در اونجا نهایتش تحصیل میکنه و تا اینی که بالاخره با اون شوهرش آشنا میشه و با ازدواج میکشه و اینا با هم کار میکنن. حتی آزمایشگاه درست حسابی نداشته و یک مسئله که این عناصر رادیواکتیو میگرفته در جیب خود میگذاشته یا در پشوی میز خود میگذاشته که همون سبب میشه که بعد این مسموم شود، در نهایت سبب مرگ شاید شده باشن این عناصر رادیواکتیو. ولی خدمت بزرگ کرد هم در پیدایش رادیولوژی که در جنگ جهانی اول این خانم بسیاری بیمارهایی که در جنگ آسیب میدیدن رادیولوژی که امروز ما بهش آشنایی داریم عکس میگیرن و اینا بسیار کمک کرد. ولی چیزی که الان هنری بکلر پیدا کرد یک پرتوی را پیدا کرد که خود به خودی از بعض عناصر تشعشع پیدا میکرد. این فقط همین پرتو کشف کرد. ولی مری کوری وقتی میایه این نام رادیواکتیو از سرش میگذاره که رادیواکتیو است بر اساس این عناصری که مثل اورانیوم است یا فرضاً رادیوم است یا عناصر که هسته‌ای هستن، یعنی این پرتو خود به خود در واقع همین اشعه های گاما و الفا و بیتا از خود تشعشع میکنن به میزان مختلف.
اینا تاثیر بر عمر از اینا میگذاره که اینا به سارپ تبدیل میشن. از اندازه‌گیری عمر که اینا چقدر اینا تشعشع میکنن از حالت ناپایدار به یک پایداری میرسن، اینه که اندازه میگیرن عمر سنگ ها رو، با این اساس اینا محاسبه میشه. و غیر از اون عناصر دیگه هم است که در لایه از اینمی سنگ ظریفه که اینجا نشان داده شده. بله، زرگون. بله. از این اندازه میگیرن. بله، این و خود اورانیوم، رادیوم، شما ببینید وقتی مرکوری میره به آمریکا چند گرام بسیار ناچیز رئیس جمهور آمریکا با این عدیه میده. میدانی که اون ذره چی اندازه این قیمت داشته؟ به خاطری که شما 1 گرم رادیوم بخواهید تولید کنی باید صدها تن اورانیوم تغییر شکل بدی و برای ساختن اورانیوم تو باید صدها تن سنگ تحت اون عمل شیمیایی قرار بدین که به رادیوم یا برای اورانیوم تبدیل شد. بسیار یک جنس نادر است در طبیعت. و با خاطر همون خانم مرکوری چی کردن این جنس گرفتن این ذره؟ این ذره خب این هم تشعشعات اندازه کرد و باعث کشف رادیوم شد و 2 تا عنصر دیگه را کشف کرد. از این سبب شد که چی بدن؟ جایزه نوبل بدن. و با همراه اون آقای بکرل که اون اساساً اون تشعشعات یا پرتوهای خود به خودی را کشف کرده بود. اینا خب همین تبدیل اورانیوم به صلب یک اصطلاحی دارن به نام نیمه عمر، یعنی چقدر این طول میکشه که نیمه عمر از این به اصطلاح چی شود، اندازه گیری شود. این است که در کلیتش همین است که تمام بعد از او یک شخصیت دیگه که بسیار واقعا در تعیین عمر زمین کوشش کرد آرتور اولموز بود که این در اون زمانی که کشفیات خودش کرد هنوز دانشجو بود در امپریال کالج انگلستان لندن، که همین نسبت سنجش که اورانیوم به سارپ تبدیل میشه را اندازه گیری کرد و جدولش داد بیرون که من باز در آینده برنامه آینده انشالله اون جدول عناصر اورانیوم بتونم خدا کنه که دست افغانای ما نیفته که اینایی که خودمون انتحار میکنن یک موقع جان انتحار نکنن، از بم اتم درست کنن. بس بسیار جالب بود. من فکر میکنم بسیار زیاد آموختنی بود، چیزای زیاد را آموختیم. فکر میکنم که تامی قسمت که ما رسیدیم بحث خب ما این چی میکنیم؟ اگه سوالات هم باشه دوستان جمع‌آوری کن، در برنامه آینده کوشش میکنیم که اون سوالات دقیق‌تر پاسخ بدیم. بسیار بحث جالب بود. آقای ابراهیم غفاری گفته که قربانت شم استاد میریزاده عزیز. خواهش میکنم که لطفشانه. خانم نورستانی بسیار تمجید کرده و گفته که یک برنامه بسیار عالی بود و توضیحات شما در دیگه صفحات و دیگه جا هم همیشه سخنرانی‌هایتان مورد توجه قرار دادن. قدر جان هم تعریف شما را کرده. خانم نعید خو همیش پیرو اندیشه‌های شما هستن بخیر. و همونطور دیگه دوستا، تعداد زیاد دوستا آمدن و همگی بر شما گل انداختن و تمجید کردن و حمایت و پشتیبانی خود نشان دادن و از عالی بودن برنامه توصیف کردن. زیاد ما چون از بینندگان عزیز معذرت میخوایم که در جریان بحث ما عادتم است که اگر کامنتار بخوانم باز بحث علمی پراگنده میشه، از این خاطر که نام شما زیاد نگرفتیم معذورم دارین. از حضور تک تک شما سپاسگزاری میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدین. سلامت باشین. فقط آقای جمشید گرامی اگر یک اجازه بدین، همون مجله که پژوهشنامه است که من 2 تا صفحه‌اش تقریبا به شما ارسال کردم که نگاه کنید، دوستانی که بسیار علاقمند جزئیات باشن در اونجا هر مسئله که ما بسیار کلی بالاخره وقت برنامه کم است توضیح میدیم، در اونجا با جزئیات آمده تمام مسائل علمی تر و
بحث شده که میتونه بسیار خوب بحث علمی جالبه برای دوستا باشه و ما خب کوشش ما این است که مردم ما آدرس اون مجله را در برنامه آینده شیر میکنیم. من اونه که تکمیل شد، چون شما در جریان هستین، آی جانم در جریان است که من یک بار این مجلات ساختم در کل و پی دی اف. اینا مجلایی نیست که به سالگی در یک ماه یا 2 ماه تهیه شد، اینا سال طول میکشه که هر شماره از این تهیه میشه و این مجلات با اون دستگاه من هارد دیسک که من که افتاده به سبب مریضی از دست من متاسفانه همیشه جاری شد. ما اینا رو 2 مرتبه بازسازی میکنم. وقتی بازسازی شد ما پی دی افش در اختیار دوستا قرار میدم که تا بتونن از این مسائل استفاده بسیار سپاسگزاری میکنم دکتر صاحب محترم. بسیار برنامه دلچسب، بسیار عالی و بسیار آموزنده. من خود زیاد دقت کردم که بیاموزم. حتما برنامه را بار دوم ما میبینم تا دقیق به خاطرم بسپارم و زیادتر بیشتر بیاموزم. البته اگر یک چیزای کم و کسر داره که افتادگی جا افتادگی هایی میفته به دلیل عزیز که خب بیشتر کوشش میکنم که از موضوع فرار نکنم، چون اگر یک موضوع رو دنبالش بگیرم ممکن است بسیار ممنون، طول بکشه. بسیار عالی بود. و همین یک کمک ممکن است جسته و گریخته مسائل چی کنه. بسیار عالی بود دکتر صاحب، بسیار سپاس میکنیم. شما با بحثتان با همه بحث‌های دیگه و برنامه‌های دیگه تفاوت داره. یک بحث عمیق علمی در یک مورد بسیار مهم زندگی و حیات انسان و طبیعت و کائنات بحث میکنین. بسیار جالب، بسیار دلچسب است. توضیحات میتین که بسیار چیزایش ما نمیفهمیم و یا آگاهی دقیق نداریم، از اون میآموزیم. سپاسگزار هستم. براتون طول عمر، جان جور، صحت کامل همیشه با انرژی با قوت که شکر هستین همونطور باشین و برنامه‌های دیگه ما را پیگیری و سپاس میکنم از بیننده های عزیز که متاسفانه مستقیم همه تشویق کردن. من واقعا ازشان سپاسگزار هستم و از مجری خود برنامه که شما باشین و دوستان شما که به هر حال همکاران تکنیکی شما هستن و نایی جان عزیز. خب یک جان من سپاسگزار هستم. بسیار ممنون. شب روز خوش براتون میخوایم. خداحافظ. شب خوش داشته باشین. بینندگان نهایت عزیز، بسیار ممنون از توجه شما، از حوصله‌مندی شما، از پیگیری و که با دقت گوش کردین برنامه را با ما بودین. برای ما افتخار بخشیدین. سعی میکنیم که تا برنامه خوبتر و خوبتر والیتر به خدمت شما تقدیم کنیم. فردا شنبه و پس فردا یک شنبه برنامه نداریم، اما روز دوشنبه برنامه گنجینه سخن یادتان نره. برنامه دلچسب، تفریحی، آموزشی و بسیار زیاد عالی است. برای همگی صحت سلامتی میخوایم. اخیر هفته خوش داشته باشین. تا هفته آینده خدا یار و مددگارتان. امیدوارم خسته نباشین. تشکر زیاد.